انجیل براتون بخونم. از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. برای کی سینه زنی وجود داره جز حسین؟ الان 5-6 ساله تو منهتن نیویورک برای امام حسین دارن سینه زنی میکنن. تو آمریکا، تو دل نیویورک مرکز یهودیان امریکاست. از نشانه های ظهور آقا صاحب الزمان اینی که صاحبان پرچم های سیاه از کشور محبان اهل بیت ایران، از ترک و فارس و لر و عرب و هر شاخه‌ای که دارن، بلند میشن به یاری امام زمان میرن، با سفیانی درگیر میشن. در اثنای این نبرد است که صدای انا بقیت الله از خونه کعبه شنیده میشه. بغتتن یه لحظه دلا میلرزه، صیحه آسمانی رو میشنون و ظهور شکل میگیره. و چطور خودشو معرفی میکنه؟ با این عبارت: ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. به راستی که جدم حسین را عطشان و با لب تشنه کشتند و ذبحوه عطشانا، و سر بریدند. چرا خودشو به امام حسین معرفی میکنه؟ چون همه مردم دنیا حسین رو میشناسن. اون روز این راهپیمایی 40 که داره انجام میشه، 20 میلیون آدم پیاده میرن کربلا. تو چه میدانی که خود از نشانه های ظهور است؟ تمام مردم دنیا میگن اینا پیاده کجا دارن میرن؟ میگن دارن میرن زیارت حسین. میگن کی بوده حسین؟ حسین رو دارن میشناسن. عزیز دل من، ما تطبیق نمی کنیم، توقیت نمی کنیم، وقت مشخص نمی کنیم به والله، اما خبرایی ها، خبر آمد خبری در راه است، سرخوشان دل که از آن آگاه است. خبری ها